سلام، من نسرینم و اینجا کانال یوتیوب پادکست اکسیمورونه. توی این پادکست قراره سری بزنیم به زندگی و افکار هنرمندا و متفکرای بزرگ، اما این بار از طریق خوندن بعضی از نامه هاشون. و من توی این اپیزود و چند اپیزود آینده قراره که نامه هایی رو بخونم از یکی از بزرگترین نویسنده های کل تاریخ ادبیات، نویسنده آثار بزرگی مثل جنگ و صلح و آنا کارنینا، یعنی لئو تولستوی، که خب تولستوی احتمالاً دیگه همه میشناسن، هرچند که ممکنه آثارش رو نخونده باشن. لئو تولستوی در سال 1828 در روستایی به نام یاسنای پالیانا یه خانواده خیلی اشرافی به دنیا میاد و خیلی هم زود پدر مادرش رو از دست میده. یعنی 2 سالش بوده که مادرش رو از دست میده و در سن 9 سالگی هم پدرش رو از دست میده و توسط عمه و مادر بزرگش بزرگ میشه. در 16 سالگی وارد دانشگاه قازان میشه، اما تحصیلات دانشگاهیش رو به پایان نمیرسونه و تحصیل رو نیمه کاره رها میکنه. نهایتاً تولستوی در سن 23 سالگی تصمیم میگیره که زندگی اشرافی رو رها بکنه و بره به قفقاز، که یکی از دلایلی که این تصمیمش داشته بدهی‌های خیلی زیادی بوده که در اثر قمار به بار آورده بوده. تولستوی تصمیم میگیره که بره به قفقاز. حالا قفقازی که در اون زمان درگیر جنگ بوده و برادر تولستوی نیکولای هم افسر ارتش روسیه توی جنگ قفقاز بوده. تولستوی به عنوان یه سرباز ساده توی این جنگ شرکت میکنه و حضور توی اون فضا به شدت روی تولستوی تاثیر میذاره، به طوری که میشه گفت سفر قفقاز یکی از نقطه عطف‌های خیلی مهم زندگی تولستوی به حساب میاد. نامه‌ای که امروز میخوام براتون بخونم رو تولستوی در سن 23 سالگی از قفقاز نوشته. بهتر بریم و بخشی از این نامه رو با هم دیگه بخونیم. دوازده ژانویه 1852. عمه عزیزم، میکوشم اندیشه هایی را که به ذهنم خطور کرده است با شما در میان نهم، زیرا پیوسته به فکر شما بودم. احساس میکنم که روحاً تغییر کردم. تاکنون چندین بار این تحول در من روی داده است. گذشته از این چنین میپندارم که سرنوشت همه افراد بشر همین است و هرچه انسان بیشتر عمر میکند، تغییر و تحولش تنها در جزئیات است. شما که از من بیشتر اندیشه اندوخته اید، لطفاً تصدیق کنید که آیا نظرم درست است یا نه. چنین تصور میکنم که صفات و نواقصی که اساس شخصیت هر فرد را تشکیل میدهند همواره به همان صورت اولیه باقی میمانند. لیکن طرز درک زندگی و سعادت بر حسب سن آدمی تغییر میکنند. 1 سال پیش من سعادت را در لذت جویی و جنب و جوش و لهو و لعب میدانستم و حالان که امروز برعکس در تجسس استراحت هستم، اهم از آرامش جسمانی یا روانی. اما این استراحت به نظر من استراحتی است مستقل از هر گونه ملالت و کسالت و مملو از لذت دوستی و محبت که من آن را به منزله اوج نیکبختی تلقی می‌کنم. گذشته از این، وجد و نشأه استراحت و آرامش را تنها پس از خستگی و لذت عشق و محبت را تنها پس از محرومیت می‌توان احساس کرد و من مدتی است که از هر دو محرومم و به همین جهت است که تا این اندازه تشنه فیض دیدار شما هستم. هنوز لازم است مدتی دیگر طعم محرومیت را چنانچه باید بچشم. تا چه مدت فقط خدا می‌داند. زمان آن را نمی‌توانم تعیین کنم، ولی احساس می‌کنم که این حرمان ضروری است. نتیجه‌ای که از مطالعات مذهبی و تجربیاتم به دست آورده‌ام، هر چقدر هم که ناچیز باشد، به من آموخته است که زندگی مبارزه است، ولی برای من علاوه بر مبارزه در عین حال عبارت از کفاره دادن اشتباهات و لغزش‌های گذشته‌ام است. تصور می‌کنم عقیده واهی مسافرت به قفقاز از آسمان به من الهام شده است. این دست خدا بود که مرا راهنمایی کرد و به همین جهت تا عمر دارم از او سپاسگزار خواهم بود.
احساس میکنم که بهتر شدم. البته این زیاد مهم نیست، زیرا بیش از حد بد بودم و یقین کامل دارم هر پیش آمدی در اینجا برایم پیش آید به نفع من است، زیرا خدا چنین خواسته است. شاید این عقیده من بیش از حد تحفرآمیز باشد، ولی در هر صورت بدان ایمان دارم و به همین جهت است که مشکلات و محرومیت هایی را که بدان اشاره کردم، که البته برای یک جوان 23 ساله که بنیه قوی دارد این محرومیت ها جنبه جسمانی ندارد، بدون احساس درد و ناراحتی و حتی با یک نوع لذت تحمل میکنم، زیرا به فکر سعادتی هستم که متعاقب آن قلبم را روشن خواهد کرد. اینک دورنمای این خوشبختی را برای شما ترسیم میکنم. پس از مرور چند سال غیر معمول از عمر، هنگامی که نه جوانم و نه پیر، اینک در یاسنای رحل اقامت افکنده، وضعم بر وفق مراد است. دلهره و نگرانی ندارم و در انتظار حوادث غیر مترقبه نیستم. شما نیز در یاسنایا مسکن دارید. اندکی پیر شده اید ولی هنوز با نشاط و سالمید. زندگی پیشین خود را ادامه می دهید. من هر بامداد کار می کنم ولی تقریبا هر روز یکدیگر را ملاقات می کنیم و با هم نهار می خوریم. شبنگام برای شما چند صفحه جالب که رفع ملالت کند می خوانم و بعد به چانه زدن می پردازیم. من داستان زندگیم در قفقاز را برای شما نقل می کنم و شما از خاطرات خودتان، از پدر و مادرم سخن می رانید و آن قصه های وحشت انگیزی را که تا چندی پیش با چشمان دهشت زده و دهان باز گوش می کردیم حکایت می کنید. عزیزانی را به یاد می آوریم که رخت از این جهان بربستند. شما گریه می کنید و من نیز، ولی این اشک‌ها شیرین و مدفوع است. آشنایان زیادی نخواهیم داشت و هیچ کس را یارای مزاحمت ما و غیبت کردن از این و آن در نزد ما نخواهد بود. رویای دلانگیزی است ولی به همینجا پایان نمی‌یابد. متأهل شدم و همسرم زنی مهربان، نیک نفس و پرعاطفه است که به همان اندازه من به شما علاقه‌مند است. فرزندانی داریم که شما را مادر بزرگ صدا می‌زنند. شما در این خانه بزرگ، در همان اتاقی که روزی مادر بزرگ در آنجا به سر می‌برد زندگی می‌کنید. وضع خانه عیناً همان است که در زمان پدر بود و ما همان زندگی را ادامه خواهیم داد. منتها نقش‌ها را عوض خواهیم کرد. شما نقش مادر بزرگ را بازی می‌کنید. فقط از اون نیز قدمی فراتر نهاده و مهربانتر و نیکتر خواهید بود. من نیز با اینکه هیچ وقت امید ندارم بتوانم جانشین پدر شوم، نقش او را بازی خواهم کرد و زنم نقش مادر فرزندانمان را. ماریزا نقش دو عمه را بدون مواجه شدن با تیره‌بختی‌های آنها ایفا خواهد کرد و گاسا نیز عهده‌دار نقش پراسکوویا خواهد گردید. اما جای کسی که مقام سابق شما را در خانواده ما اشغال کند همیشه خالی خواهد بود، زیرا محال است بتوان زنی زیبا و سرشار از مهر و محبت مانند شما یافت. بنابراین شما هرگز جانشینی نخواهید داشت. 3 بازیگر تازه نیز گهگاه در صحنه حاضر خواهند شد که عبارتند از برادران من و مخصوصا نیکولایی، همان مرد بازنشسته، تاس، نیکنفس و نجیبی که همیشه بوده است. وی را در حالی که مانند مدت مدیدی قبل قصه های ساخته خودش را برای فرزندانم نقل می کند در مقابل دیدگان مجسم می کنم. بچه ها دست های عرق‌آلود ولی در خور بوسه وی را می بوسند و او با آنان مشغول بازی و قهقه زدن است و در حالی که زنم غذای مورد علاقه وی را می پزد خاطرات مشترک زمانهای دور را در ذهن تجدید می کند. در حالی که شما در جای همیشگی خود نشسته و با لذت فراوان به سخنان ما پیران که همچنان مانند سابق به نامهای لوکا و نیکولینا نامیده میشوید گوش میدهید. ضمناً به من برای خوردن غذا با دست به جای چنگال و به او برای خاطر دستهای نشسته‌اش خورده میگیرید. اگر به من امپراتوری روسیه و یا اعطای سرزمین پرو را پیشنهاد کنند و یا آنکه شاه پریان با آن ترکه معجزه‌آسایش از من بپرسد بزرگترین آرزویم چیست تا آن را برآورده کند، در نهایت صداقت پاسخ خواهم داد آرزوی جز آن ندارم که رویایی که برای شما نقل کرده ام به حقیقت بپیوندد. میدانم شما از پیشگویی چندان خوشتان نمیآید، اما چه ضرری دارد؟ آگاهی از آینده مسرت بخش است. میدانم که بیش از حد به خود پرداخته و سهم نیکبختی شما را خیلی محدود توصیف کردم. بیم آن دارم
که نگونبختی‌های گذشته با آنکه مدت مدیدی از پایان یافته است اثر عمیقی در دل شما نهاده باشد و مانع آن گردد که از این آینده که نیکبختی را به همراه خواهد داشت چنانچه باید لذت ببرید. عمه عزیزم، راستش را بگویید. آیا شما طعم نیکبختی را خواهید دید؟ هر اتفاقی ممکن است پیش آید، ولی به راستی که امیدواری بسی شیرین است. اینک بار دیگر قطرات اشک از دیدگانم جاری می شود. نمیدانم چرا هنگامی که به شما می اندیشم می گریم. اینها اشکهای ذوق و سعادت است. از اینکه احساس می کنم این همه شما را دوست دارم غرق نشاط و سعادت می گردم. خدا نگهدار عمه عزیزم. تا چند روز دیگر امیدوارم نیکولای را ملاقات کنم و آنگاه بار دیگر به شما نامه خواهم نوشت. لئو تولستوی.